حوالی 45,000 سال پیش ما شاهد ورود نوع جدیدی از انسان به ایران هستیم که به احتمال خیلی زیاد از جنوب و جنوب غربی ایران، یعنی جایی که خوزستان هستش، هم این ورود صورت گرفته. این انسان هوشمنده، یعنی جد مستقیم همه ماهایی که امروز اینجا نشستیم. از کجا اومده؟ از آفریقا اومده. چه رنگی بوده؟ سیاه‌پوست بوده. یعنی شاید برای حالا بینندگان شما جالب باشه که جد همه ماها سیاه‌پوست بوده و از آفریقا خارج شده حول و حوش 50,000 سال پیش، یا شاید هم بین 50 تا 70,000 سال پیش، حالا نظرها متفاوته. اما این انسان چرا ما معتقدیم که حوالی 45,000 سال پیش وارد ایران شده؟ اونم به خاطر اینه که باز هم مستندات قطعی براش داریم. غاری هست در شمال خوزستان در شهرستان لالی به نام پبده که اینو هم من و یه تیم از انستیتو مکس پلانک آلمان کاوش کردیم چند سال پیش و اونجا هم دست افزارها و ابزار سنگیایی انسان به دست اومده با قدمت قطعی 42,500 سال پیش. یعنی یکی از قدیمی ترین شواهدی است که نشون میده انسانی که مستقیما جد ما هستش کی وارد ایران شده. موارد دیگه هم از این انسان داریم. توی لرستان داریم غار یافته، توی جنوب ایران غار بوف هستش، محوطه میرک سمنان که گفتم باز هم در اونجا هم ما شواهد این انسان هوشمند داریم. فراوان در نقاط مختلف ایران زندگی کردن و پخش شدن، یعنی از همون هولوش 45,000 سال 50,000 سال پیش که وارد ایران شدن آرام آرام در نقاط مختلف ایران پخش شدن و بعد در یک رقابت حالا خیلی یکم نامحسوس یا شاید هم محسوس ناندرتال هایی که قبلا اینجا زندگی میکردن رو به حاشیه روندن، منقرضشون کردن. منتها این انقراض بدون تداخل ژنتیکی هم نبوده. یعنی الان اطلاعاتی که ما توی این چند سال اخیر داریم به ما نشون میده که ما توی ژنوممون هممون بین 1 تا 4% ژن انسان ناندرتال داریم. پس درسته که ناندرتال ها منقرض شدن ولی یه رد پای کوچیکی هم از خودشون توی ما به جا گذاشتن. یک سری صفات و ویژگی ها رو ما اساساً از اونا گرفتیم. انسان هایی که از آفریقا خارج شده بودن چندان سازگاری با محیط های سرد بیرون از آفریقا نداشتن، در صورتی که ناندرتال هایی که برای چند صد هزار سال اینجا زندگی کرده بودن کاملا سازگار بودن. این انسان های آفریقایی دو راه داشتن، یا اینکه بیان وایسن در مرور زمان سازگار بشن به این آب و هوا، یا اون ژن‌های سازگار کننده رو از ناندرتال‌ها بگیرن، به نوعی یعنی تقلب بکنن و این کارم کردن. ما ژنی داریم برای ضخامت پوستمون، اینو از ناندرتال‌ها گرفتیم که به ما کمک میکنه در سرما بهتر دووم بیاریم. ما ژنی داریم که به ما در برخی موارد به ما کمک میکنه که جلوی سرماخوردگی رو بهتر مقاومت بکنه بدنمون. و چون این ژن رو از ناندرتال‌ها گرفتیم در یک سری از افراد خوب کار نمیکنه. وقتی خوب کار نمیکنه منجر به این میشه که شما علائم سرماخوردگی رو نشون میدید ولی سرما نخوردین. همتون این حالت رو میدونین چیه؟ بهش میگن آلرژی. یعنی اون پتانسیل آلرژی آلارم بدنه که داره میگه سرما خوردی ولی سرما نخوردی. ناشی از کار نکردن درست یک ژنیه که ما اونم از ناندرتال ها گرفتیمشون و ژن های متعددی است که ما از ناندرتال ها وام گرفتیم. نهایتا اونها از بین میرن، به حاشیه رونده میشن و انسان هایی که خود ماها هستیم توی این منطقه میمونن و تا میرسیم به امروز که در خدمت شما.